بارک الله و برکت دهنده است الله رب العالمین که خالق همه جهانیان است. یعنی برکت مبارک را که زیر بگیریم الله است. برکت الله میته. برکت یعنی یک چیز انسان زیاد میکنه در او ثبات میته، ثبات دائمش میکنه و زیادش میکنه. این کار الله میکنه، دیگه کسی نمیتونه. مبارک در صفت مخلوق میه، برکت انداخته شده در صفت عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، انبیاء علیه السلام مبارک آمده. مبارک الله است رب العالمین که خالق همه جهانیان است. خب این بود کمی تفصیل اینا در ارتباط ثم استوى علی العرش. مستوی شد الله، برابر شد به بالای عرش. عرش قسمی که علمای سلف اتفاق دارن که با بالای فوق سماوات است، با بالای 7 آسمان است عرش الله، و ذات الله با بالای عرش است. این آیت به اعتبار معنای لغویش محکمات است، یعنی معنای لغویش معلوم است، محکم است، متشابه نیست. و به اعتبار کیفیتش متشابه است، یعنی متشابهی که معنایش حقیقیش کیفیش معلوم نیست، مشخص نیست که چه قسم. و این عقیده سلف صالحین همی بوده. جمهور سلف صالحین به صورت مطلق این عقیده را دارن که استوا معلوم، کیفیتش مجهول. استوا به معنای برابر شدن، به معنای استقرار، مستقر شده ذات الله. با بالای چی؟ با بالای عرش. عرش هم معلوم است که یک تخت بسیار کلان گفته میشه به حساب معنای لغوی، ولی کیفیت عرش الله را الله میفهم. عرش مخلوق الله است و هو رب العرش العظیم. از این فهم سلف صالحین صحابه می بوده که صراحتا دلیل است که ذات الله با بالای عرش است. ذاتش اینا جهت برای الله پیدا میشه. بعضی هم میگه چطور میشه؟ جهت باشه، جهتشون با الله به طرف بالاست. ما شما که دعا میکنیم عرش الله با بالای فوق 7 سماوات، 7 آسمان ها، و ذات الله با بالای عرش است. جنت و همه چیز دیگه زیر عرش الله، بعد از او الله هست. اگر ما بگویم عرش مکان هم است هیچ گپی نیست، اگر مکانیات بگویم، ولی الله با بالای عرش است، عرش مکان هم بگویم هیچ گپی نیست. اما بدون تشبیه، ما تشبیه نمیتیم چه قسم و کیفیتش هم نمیگیم، تمثیل هم نمیکنیم که بگویم مانند چه قسم. تعطیل از این صفت انکارش خطرناک است، کفر. النعیم ابن حماد استاد امام بخاری است، میگه کسی بگوید از یکی از صفات الله منکر شود کافر است. کسی بگوید ذات الله با بالای عرش نیست کافر میشه. اگر بگوید که من نمیفهم ذات الله با بالای عرش است که عرش بالاست یا پایین، بازم کافر میشه. میگه از ایمان بیرون است، ایمان نداره. خب ذات الله با بالای عرش است. کیف ما یلیق فی شأنی، چه قسمی که لایق سزاوار شأنش است. و یک از امام مالک یک کسی آمد سوال کرد، یک نفر. بازال یک کمی دیگه بار تفصیلی بیان میکنم که الله به شما ذره وقت بده. کامپیوتر هم آوردیم براتون چالان میکنم، خصوصا مذهب حنفی را دیگه بار بیان میکنیم که حنفی مذهبش گرد است. خب متأخرینش میگه کسی بگه ذات الله با بالای عرش است کافر میشه اگر برش مکان و جهت ثابت کنه. ولی متقدم خود امام صاحب میگه که اگر کسی انکار بکنه که الله با بالای عرش نیست کافر میشه. اینا متأخرین امام صاحب تکفیر کرده، امام صاحب پایینا رو تکفیر کرده. نظر به عقیده اینجا گډوډي در مذهب حنفی وجود داره و می خاطر مذهب حنفی همین تابعدارایش خود امام صاحب عقیده صحیح بود، مطابق قرآن و سلف بود، در گډوډي استن. میگن ما در عقیده باز کلامی شدن و ماتوریدی شدن. در ارتباط مستوی بودن با بالای عرش گفتیم مردم بسیار نظریات مختلف دارن، ولی یک گپ بعضی سلفی تو میگن مفوضه، کسی را میگن مفوضه اهل تفویض، کسایی است که میگن امی خود استوا هم به اعتبار لغت هم مجهول است، معنایش معلوم نیست، معنای لغویش هم استوا چه معنا. مثل که می ید و وجه و نفس الله داره ولی نمیفهم که ید چه معنا، نفس چه معنا، وجه چه معنا، قدم الله برای خود ثابت کرده ایره نمیفهم. این قسم نه، این مخالف عقیده سلف است. اونا میگن کیفیت هم مجهول است، این معنای لغوی که ید وجه نفس ایش هم مجهول است، اردوش، ولی صحیح نه. بلکه عقیده سلف صالحین صحابه ای بوده که
باز خصوصا نفیا میتون میکنن که یک نظر دیگه می است که میگه یادم ما نمیفهمیم، یاد دست گفته نمیتونیم. نه چرا نمیتونیم؟ عقیده صحابه همی بود، مثل که این پیشتر می روایت براتون بیان کردم پیش امام مالک که امام اهل مدینه است، امام دار هجرت میگن، سرزمین هجرت. یک کسی آمد سوال کرد از امام مالک، بیخی روایتش مشهور است، کل کتابایی را میاره، گفت که کیف الاستوا یا امام، چه قسم است استوا؟ همین که کیفیتش پرسان کرد که الله مستوی است، مستقر است به بالای عرش، برابر است. چه قسم برابر شده، چه قسم مستقر شده؟ که امیر پرسان کرد، گفت امام مالک از بدنش عرق جاری شد، سر خدا پایین کرد، بعد از سر خدا بالا، لحظه سکوت. بعد از اون گفت که والکیف غیر معلوم، کیفیت گفت معلوم نیست. والاستوا غیر مجهول، استوا مجهول هم نیست. خود استوا گفت معلومت. والایمان بهی واجب، گفت ایمان بهی واجب است که ایمان بیاری که ذات الله مستوی است، مستقر است به بالای عرش. و سوال عنه بدعتون، گفت سوال کردنی که کیف چه قسم است بدعت است. قسم کیفیت ذات الله را ما و شما نمیفهمیم، نه چگونگی شده کلگی اعتراف میکنن. لا يتصور، حتی این مناطقه و فلاسفه میگن تصور نمیشه، یعنی کنح و حقیقتش که الله هست چه قسم است نمیفهمیم، به خاطر که الله مثال نداره. الله در قرآن میفرماید لیس کمثله شیء، هیچ چیز هم مانندش نیست، نه مثل ذاتش نه مثل صفاتش. و هو السمیع العلیم. ولم یکن له کفوا احد، نیست از برای الله کفوا هم مانند احد، هیچ کسی هم مانندش نیست. الله یک ذات بی مثال است. اگر مثال می داشت ما می گفتیم که اینی طور است، مثل آفتاب، مثل مهتاب، مثل آسمان، مثل زمین، مثل انسان، مثل حیوان. ولی الله مثال نداره، یک ذات بی مثال است، ذاتی است که هم مانند نداره، ند و مقابل نداره که ما بگیم اینی قسم. بعد از او را گفت سوال از این بدعت است، یعنی صحابه سوال نکرده بود، تو که سوال میکنید و این بدعت شد. بعد از گفت اینی لا اظنک انک ضال، ما گمان میکنم که تو گمراه هستی. گفت اخرجوا هذا الشخص، گفت این انسان از جا بکشین. بعد از او را کشیدن که چرا سوال کردی؟ از کیفیتش سوال کرد. یعنی سعی کنین که عقیده صحابه برای امام مالک رسیده بود درباره ازی بود که استوا برابر شدن. مثل در قرآن آمدگی وقتی که لتستووا علی ظهوری، وقتی که شما سر امی اسب و خر سوار میشین و فتقولوا بگین سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. استوا یعنی برابر میشین، سوار میشین، سرش برابر میشین به بالاش. این معنای لغویش معلومه. ولی الله چه قسم به بالای عرش برابر شده و مستقر شده است؟ این ذات الله به بالای عرش است. ولی دیگه آیات میاد و هو معکم، الله به همراه شماست اینما کنتم. باز اینجا کلگی عقیده اکثر صحابه می بود که الله به همراه شماست، علما قدرتا، علم و قدرتش هر جای، ذاتش به بالای عرش. اگر کسی بگوید که مثلا اکثر حنفی‌ها را که بگوید که الله در کجاست، اونا میگویند که الله را ما چیزش نمیفهمیم، مکان نداره، میگه الله مکان است. الله میگه مکانش معلوم نیست، مشخص نیست که در کجا. باز اگر بگویی که در مسجد است، میگه بله. در افغانستان است، میگه بله. در روسیه است، میگه بله. اگر بگویی که در امریکا است، میگه بله. خیلی مکان نیست است، خب هزار مکان برای ثابت کردی. در امریکا است، در مسجد است، در هر جای است، ولی با بالای عرش است، میگه نه. میگه کسی بگوید حتی یک روز من در یک هتل رفتم، یک حنفی جاهل بود، میگفت اگر مرا گفت که تو از کجا هستی، من جای ما گفتم از فلانا جا. گفت خب او هم از این منطقه ما بود، از این ولایتی که ما هستم. گفت اوجا بعضی وهابی ها هست، گفت تو از همون جمله خو نیستی. من گفتم وهابی چه معنی؟ گفت به خدا جسم قائل هستن، برای خدا، برای الله. گفتم چه قسم جسم قائل هست؟ گفت میگن که الله با بالای عرش است. گفتم خب تو چی میگی؟ گفت کسی این گپ بگوید او کافر میشه. گفتم الله خو میگه که الله در قرآن در چندین جایا میگه که ما با بالای عرش هستم. الله در قرآن خودش بیان کرده. مثلا یک چند آیات ها را در این باره سعی کنین، یک سورت یونس سعی کنین، آیت 3 را که الله در دیگه جا هم اینجا که میگه ثم استوى علی العرش، در سورت یونس هم الله میفرماید که ما با بالای عرش هستم. آیت 3 سعی کنین، سپاره 11 است. آیت 3 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. این آیت
رب شما آن ذاتی است که آسمان و زمین پیدا کرد در 6 روز، بعد از اون مستوی برابر شد با بالای عرش. یدبر الامر، تنظیم میکند نظام کائنات را. ما من شفیع الا من بعد اذنی، هیچ کسی شفاعت کردن نمیتونه مگر بعد از اجازه الله. ذالکم الله ربکم فاعبدوه، اینمی رب شماست به می صفتی که بیان شد عبادت از را کنین. افلا تذکرون. دیدین در آیت 3 الله می ثم استوى علی العرش. و همین قسم در سورت رعد بعد از سورت یوسف است. بعد از سورت یوسف آیت 3 الله بیان میکنه، در آیت 2 بیان میکنه. الله الذی رفع السماوات، سپاره 13 است. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. الله آن ذاتی است که آسمان‌ها را بلند کرد بدون ستونی که او را ببینین شما، یعنی ستونایی که ببینین وجود نداره. هرچی خود ستون است، امروز ساینسدانان میگن قوه جاذبه، میگه بله همین قوه جاذبه است، میگه هر سیاره را در مکان خود نگاه کرده، امروز کشف کردن. خب من امروز به خیال براتون گفتم که زمین در این مداری که میگه است یک قوه جاذبه دارد با نظام شمسی و اونمو ای را کشف گرفته است، نه ایسو میره نه اوسو میره. اگر او قوه جاذبه نمی بود میگه زمین از این مدار خود خطا بخورد به منفی 170 درجه هوایش میاد، منفی 170 درجه. میال سردی در کابل منفی 10 الا شود، نه منفی 50 سعی کنی او در یکم جایی که منفی 50 یخبندان مطلق میشه، منفی 70 منفی 170 امکان زندگی نیست. بعد از اون گفت اگر انسان ها را برش اختیار داده میشد که زمین در این مدار نگاه کنن، اگر قوه جاذبه که الله ایجاد کرده این نمی بود، همین قانون جذب نمی بود، باز گفت 1000 میلیارد کیبل به کار بود که را با آفتاب محکم بکند زمین. 1000 میلیارد، 1 میلیاردش 1000 میلیون، 1000 میلیارد کیبل، هر کیبل هم 5 متر قطرش باشه، 5 متر یا نویس و درازی و بر و عمقش. 1000 میلیارد از این به کار بود کجا استادش کنه. ولی الله گفت را با ستونای نامرئی قدرت خود الله نگاه کرده است. قدرت الله را که شما امروز از نگاه ساینسدانا که بچه‌ش میبینن ببینید، عقل میگه الله 24 ساعت اطاعت الله، بسیار قوی ذات، بسیار قدرت داره الله. بدون ستون ها الله میگه بلند کرده. خب سابق میگفتن در حالی که شما ستون ها را ستون هست نمیبینیم، اونم قوه جاذبه هاست. یعنی میال اینمی زمین هم قوه جاذبه شما را کش گرفته، اگه این نباشه ما شما دعوا میگردیم، خب هوا هر کدام ما ایسوس میگردیم. ثم استوى على العرش، بعد از مستوی شد با بالای عرش. و سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، افتاد محتوا یدبر الامر. در اینجا میگه کائنات تنظیمش الله میکنه. و می قسم در سوره طه که آیه سپاره 16 است، امیرام یک سعی کنین. خب من چند آیت براتون میگم. در آیت 5 سوره طه را سعی کنین. الله میفرماید در آیت 4 تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، نزول قرآن از جانب ذاتی است که زمین پیدا کرده، آسمان‌های بلند پیدا کرده. الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات به بالای عرش مستوی شده، یعنی مستقر شده و برابر شده است. کیف ما یلیق فی شانی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما ما تحت الثری. و همین قسم در سوره فرقان در دیگه جایان میاد، در 12 جا الله را ثابت کرده در قرآن که ما به بالای عرش هستم. الله می خب در اینجا یک از نظر مذهب حنفی هم که ما ببینیم، اصل عقیده خود امام ابو حنیفه کتابش که فقه اکبر است، شرح فقه اکبر مولا علی قاری او را شرح کرده. فقه اکبر بعضیا نسبتش بر خود امام صاحب میکنه که یگانه کتابی است که از او باقی مانده. فقه اکبر یعنی عقیده، فقه اصغر بازی احکام فرعی را گفته میشه. در او امام ابو حنیفه رحمه الله میگوید که له ید و نفس و وجه، از برای الله ید است و می صفاتی که الله بر خود ثابت کرده، نفس است، وجه است، دیگه می قسم استوا به بالای عرش، اینمی صفات ها است. باز می فرماید که ولا نؤوله، میگه ما تعویلش نمی کنیم که ما یؤول اهل القدر والاعتزال، مثل که قدریه و معتزله تعویل میکنه، بلکه کیف ما یلیق فی شانی، چه قسمی که لایق سزاوار ذات الله است که دست داره، چشم داره، نه و هو السمیع العلیم، گوش الله یعنی سمیع است، میشنوه، میبینه، همون قسمی که الله ثابت کرده ما بر از او ایمان داریم، از این انکار نمیکنیم. علم داره.
خب باز میفرماید در شرح فقه اکبر میگوید چند تا متنش در اینجا براتان میارم که وله ید و وجه و نفس کما ذکر الله تعالی فی القرآن. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که از برای الله دست است، وجه و روی است، نفس است. کما ذکر الله، قسمی که الله را یاد کردگی است در قرآن. فهو صفات بلا کیف، صفاتی است کیفیتش ما معلوم نیست، کیفیتش نمیفهم چه قسم. ولا یقال، باز میگه که گفته نمیشه این ید و قدرتو، که یدش قدرتش باشه، این گفته نمیشه که دست الله را قدرت بگیم. تبارک الذی بیده الملک، الله ید ثابت. گفته نمیتونیم که ای به قدرتی، برکت دهنده ذاتی که به قدرتش پادشاهی است یا به نعمتش، این میگه گفته نمیشه. او نعمتو گفته نمیشه، میگه جایز نیست که گفته شود که هدف ید قدرت و نعمت باشه، مثل که معتزله تعویل کرده. چرا؟ میگه لان فی ابطال صفت، زیرا در تعویل صفت الله را خود باطل کردی. وقتی که ید به قدرت گفتی، خو الله در دیگه جای میگه که ان الله علی کل شیء قدیر، الله ما به هر چیز قدرت داره. خو از صفت یدش باز منکر شدی دیگه. او صاف همون صفت ید که الله بر خود دست ثابت کرده، از این خو انکار کردی، با ابطالش کردی، باطل شدی صفت. اینا کسایی که صفت دست الله انکار میکنن به خود تشبیه میتن. این تو میکنن اگر ما بگویم ید دست، اینی دست ثابت میشه، دست میتونه خدا نه، این دست خو این تو میکنه، این خو گوشت است، این خو استخوان است، این خو پوست است، این خونه. الله خو از این دست پاک است. این قسم خو الله دست نداره که نداره، این دست نداره. ای بدبخت، حال تو چرا این تو میکنی که ید؟ الله ید داره، کیف ما یلیق فی شأنه. مثل تو نیست، لیس کمثله شیء، هیچ چیز هم مانندش نیست. تو خو الله را به خود تشبیه دادی. یگانه چیزی که سبب انکار از اینا از صفت الله ید شد، برای خود تشبیه دادن. به این آیت صحیح نفهمیدن یا ایمان ناوردن که لیس کمثله شیء، هیچ چیز هم مانندش نیست. بعضش میگه اگه ما بگویم الله میشنوه، سمیع است، باز اینی گوش ثابت میشه. چرا این گوش ثابت شه؟ این خو گوش تو است. بعضش میگه اگه ما بگویم الله میبینه، اینی چشم ثابت میشه. چرا اینی چه ثابت شه؟ باز اگه بگویش خیلی کلام گپ میزنه، میگه خیلی چه قسم میگه کیف ما یلیق فی شأنه، چه قسم که سزاوار شان شه. خیلی اگه تشبیه به خود بدی، خیلی بگو که اگه ما بگویم گپ میزنه، از تکلم و کلامش هم انکار کن. بگو که اینی زبان ثابت میشه، دی خیلی در زبانه، چرا در زبانت نمیزنی؟ یک دامی کسی که از قرآن باشه، یک گمراه بود، در تلویزیون گپ میزد. خب میگه الله سمیع البصیر، سمیع که بشنوه نیست، بصیر که ببینه نه. میگه الله نمیبینه، تو میگه الله نمیشنوه. میگه هدف که در قرآن آمده سمیع به معنای علم به مسموعات، الله عالم است به چیزایی که شنیده میشه، علم داره، نه که بشنوه. به چیزایی که دیده میشه میگه علیم بالمبصرات، علم به مبصرات. چیزایی که دیده میشه میگه علم داره، نه که ببینه. خود الله میگه نمیبینه، اما علم به دیدنی ها داره، علم به شنیدنی ها داره. این بدبخت بیدین جاهل. و الله میگه و هو السمیع العلیم، الله سمیع است، علیم. علیم جدا صفت، سمیع جدا صفت است. دو صفتی که الله جدا بیان کرده. میشنوه و می عالم است. و هو السمیع البصیر، میشنوه و میبینه. ان الله بما تعملون بصیر. آیات قرآن پره الله به او اعمالی که انجام میدین میبینه. کشتی نوح علیه السلام میگه تجری باعیننا، در زیر چشمان ما روان بود. و در ارتباط موسی علیه السلام میفرماید و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، من محبت در تو انداختم تا که تربیت تو در زیر چشم شود. ولتصنع علی عینی، عین الله بر خود چشم ثابت کرد. کیف ما یلیق فی، اما نگو که اینی چشم میزنیده. اگر ما الله را به خود تشبیه بدیم، خواست کل صفتش باید انکار کنیم. ما عاجز هستیم. ما شما خو الله حیات داره، میگه صفات ذاتیش حیات، قدرت میره میگه. خیلی بگو چه قسم حیات داره؟ اگر بگویم حیات به خود نه، حیات الله را ایتو کنیم نه. مثل که میگن سمیع در گوش میزنه، بصیر در چشم میزنه. اگر بگویم که حیات ایتو کنیم، خب ما خب 100 سال پیش نبودیم حیات نه. بعد از این آمدیم، حیات ما چی است؟ هر آن در حادثه بیاد میموریم نه. یک مرمی بیر گوش ما خورد خلاص هستیم.
چند وقت بعد هم میمریم. حیات ما خو ناقص است. اینا اگر الله را به خود حیاتش هم تشبیه بدیم خیلی انکار بگو حیات نداره، به خاطر حیات خو روح انداخته میشه. الله خیلی روح پاک است، از این پاک است، بگو خیلی حیات خو توسط روح میانه دما. خیلی بگو الله از روح پاک است بنان حیات هم نداره. خیلی بگو که الله حیات نداره یا بگو کافر میشه. یه قبول داره میانه کیف ما یلیق فی شأن، چه قسمی که سزاوار شأنش است. قدرت، اگر قدرت الله را به خود تشبیه بدیم، قدرت ما خود چندان قدرت نداریم. قبلا هم نداشتیم، مالی هم بسیار کم، مردیم بیخیج میشیم، بی قدرت میشیم، خودش اردادم نمیتانیم. اینا الله قدرت داره، این الله علی کل شیء قدیر، هر چیز قدرت داره. ما به اندازه انسانیت خود داریم قدرت. علم، اگه علم الله رو به خود تشبیه بدیم خیلی انکار بکنه. علم ما چی بود؟ طفل بودیم میفهمیدیم چیزی را؟ نه، عالم بسیار کم میفهمیم. بعدا هم که ریسفید شدیم هیچ چیزی را نمیفهمیم. پیر که شدیم بازم نمیفهمیم. حالا هم علم ما محدوده. الله علمم داره کیف ما یلیق فی شأن. سعی امام ابو حنیفه رحمه الله میگه لان فی ابطال الصفات، میگه اگه ما ید قدرت بگیریم دی صفات الله باطل میشه. و هو قول القدر والاعتزال، و ای قول معتزله و قدریه است. ولكن یده صفه بلا کیف، دست الله صفتش است بدون کیفیت. فقه اکبر در صفحه 6 و 7 دیگه پاره امام صاحب بیان کردگی است. فصل فی الصفات، یک فصل داره به نام صفات. و ولی در دیگه بسیار کتاب های حنفی و غیره نوشته کرده که یاد هدف از یاد قدرتش است. خب و حتی در خطبه های خدا میگن که تبارک الذی بیده، در اکثر جا ترجمه را گوش کنید، بیده الملک ای به قدرتی، به قدرت الله پادشاهی است. میرم از یاد انکار میکن، به نعمت الله پادشاهی است. و ایخو اینا لسای کنین که اینا از یاد تعویل میکنن، در حالی که امام صاحب گفت که تعویل که صفات الله باطل میشه. از یک طرف دیگر در کتاب عقاید آمده است و اذا لم یکن فی مکان لم یکن فی جهت لا علو ولا سفل ولا غیرهما. یک کتاب است، اکثر مذهب حنفی میگن که ما امی مذهبیاش میگن ما در عقیده ماتوریدی استیم. ماتوریدیه ای را میگه که از صفات الله را تعویل میکنه، یعنی انکار است از صفات الله، منکر است. میگه این صفاتایی که میگن نیست. این تو میگن که شرح عقاید نصفی در صفحه 33، شرح المقاصد در جلد 2 صفحه 66-67 آمده. این کتابای بزرگ حنفی است که بگوین در عقیده چیستی. میگه عقاید ما نصفی است، نه شرح عقاید نصفیه، شرح المقاصد دیگه ابو امام الهدا ابو منصور ماتوریدی امام هدایت. در عقیده ما در مذهب از اوستیم. خب در فقه چیستی؟ حنفی استم، در عقیده میگه ماتوریدی استم. او باز چی میگه در کتابای عقایدی که به مذهب ماتوریدی است؟ میگه اذا لم یکن فی مکان، الله وقتی که در مکان نبود اینا از مکان انکار میکنه، در مکان نیست. عرش اگه بگیم به بالا عرش میگه اگه بگیم الله به بالا عرش است مکان ثابت میشه. الله به بالا عرش نیست. وقتی که در مکان نبود لم یکن فی جهت، در جهت هم نیست، یعنی جهت الله رو نمیفهم. میسونه سوسونه یای تو میگه لا علو ولا سفل، میگه نه در بالاست نه در پایین، در حالی که ثم استوى علی العرش در روجا علو ثابت میشه، عالیست، بالاست، با بالای عرش. و در سوره انعام ما شما خواندیم که در اونجا و هو القاهر فوق عبادی، الله بلند است به بالای، قاهر است، غالب است به بالای بندای خود، فوق است به بالای بندای خود. بازی میگه که وقتی که در مکان نبود در جهت هم نیست، ولا علو ولا سفل ولا غیرم، نه در پایین نه در بالا نه در راست نه در چپ، در جهت نیست. ایران میمانی که در کجا باشه، کدام طرف. خیما که اگه بگو ای تو میکنیم یا الله ای چی تو میشه، همین در فطرت هر انسان است که مصیبت به ما رسید یا الله نمیگه. و زلزله که شده بود، من تصویرها رو سعی کردم کلگی هندو مسلمان کافر همه بالا رو سیل داشتن، میفهمن یعنی همین فطرت انسان نیست که الله در بالاست. سر گاو سگم ظلم کنی گفتی از این بالا رو سعی میکنه، میفهمه که همین ذات جهتش با بالاست. بعضش میگه که نکنین که به خاطر که او بالا باید برای الله جهت ثابت میکنه. این از فطرت مردم منع میکنه این بدبختا. ولی ابن نجیم حنفی چی میگوید؟ خب میگه که وصف الله تعالی به حضرت زوجتی. ابن نجیم حنفی یک کتاب به نام الاشباح و النظائر داره، در کتاب سیر باب الرده صفحه 160. ما امشب را بسیار تحقیق کردیم، سعی کردیم کاش که ذره وقت زیاد می بود. خب
خب خیلی را ادامه میتیم. خب بسیار یک بحث جالب است، را گوش کنید. در اونجا میگه وصف الله تعالی، یک آدم صفت کرد، بیان کرد الله را به حضرت زوجتی در پیشروی همسرش. فقالت، گفت کنت ظننت ان الله فی السماء. میگه ما اگر امی شوهر به خانم خود بگه ما گمان میکنم یا یقین میکنم که ان الله، بدون شک الله فی السماء در آسمان است، کفرت کافر میشه. اگر کسی بگه که الله در آسمان است کافر میشه، در حالی که در تبارک الذی میاد امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. آیا شما به امن میشن از ذاتی که فی السماء به بالای آسمانه. در فی السماء را کلگی میگه علی السماء به بالای آسمان. آیا شما به امن میشه من از ذات فی السماء که در آسمان هاست؟ ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. این میگه که کسی گفت که ما گمان میکنم الله در آسمان است کافر میشه، در حالی که عرش به بالای آسمان است. خب به گمان عزیز که کسی بگه الله به بالای عرش است کافر میشه. خب اینا سعی کنین. و باز شیخ الحدیث محمد ادریس کاندیلوی حنفی میگوید که الله در هر جای است. خب یک کتاب نوشته کرده است و به زبان پشتو ترجمه شده. در صفحه 46 میگوید که حقا هر زایده الله میگه در هر جای. خب با بالای عرش است؟ نه، به اینجا است، هر جای است، هر جای میگه است، بالای عرش نیست. خب اینا رو سعی کنین. در خلاصه الفتاوا که یک فتوای بزرگ مذهب حنفی است، چی میگه؟ ولو قال، اگر بگوید یک نفر خدای در هر مکان است فهذا خطا. خلاصه الفتاوای حنفی. محمد ادریس کاندیلوی گفت که الله در هر جای است. ابن نجیم حنفی در اشباح و نظایر میگه که این بسیار عالم کلان است و همین حنفی ها خوبی را میشناسن. شما خب مذهب حنفی را نخواندین و نمیشناسید. او گفت که اگر کسی بگه که الله در آسمان است کافر میشه. نه این فتوایشه. اینا خلاصه فتوا چی میگه؟ اگر کسی بگه خدا در هر مکان است فهذا خطا، این خطاست، این خطا کرده. سعی کنین. باز در خلاصه الفتاوا در جلد 4 صفحه 384 کتاب الفاظ الکفر الجنس ثانی فيما یقال فی الله، جنس دومی است در آنچه که گفته شود درباره الله تعالی. کسی بگه در هر جا، این خطا کرده است. در عالمگیری یک فتاوایی که میگه عالمگیر در کل دنیای فتوا باید باشه. در دوران اورنگزیب این فتوا، امی فتاوای عالمگیری جور شد. بعد از او گفت که کلگی حنفی مکلف است که به این فتوا بده و عقیدش مطابق فتوا باشه. این چی میگه؟ و یکفر باثبات المکان لله تعالی و یکفر، کافر کرده میشود کسی که برای الله مکان ثابت کنه. خب اینا اگه کسی بگه به بالای عرش است، میگه عرش و مکان است، کافر شد. این تو فتوا داده. فلو قال از خدا هیچ مکان خالی نیست، یکفر. اگر کسی بگوید که الله هیچ مکانی نیست مگر الله در اوجه، دیوم کافر میشه. خب اگر کسی مکان ثابت کنه به الله هم کافر میشه. اگر بگوید هر جای است هم کافر میشه. بعد میگه ولو قال الله تعالی فی السماء، اگر بگوید که الله تعالی در آسمان است، فان قصد حکایت ما جاء فی ظاهر الاخبار، اگر هدفش این باشد که قصد بکنه از این گپ خود در نیت خود حکایت کنه از آنچه که در ظاهر اخبار آمده، یعنی در قرآن حدیث آمده، لا یکفر، کافر نمیشه. اگر حکایت کنه بگویه که الله میگه نه ثم استوى علی العرش، الله به بالای عرش، اگر این تو بگویه نمیشه. و این اراد المکان کفر، اگر اراده مکان کرد کافر شد. باز میگه و ان لم تکن له نیت کفر عند الاکثر، اگر که این نیت نداشته باشه به نزد اکثر کافر میشه. یعنی این میگه که اگر بگویه که الله در آسمان است دیگه نیت هم نداشته باشه، اکثریت میگه کافر میشه. و هو الاصح و علی الفتوا، و به بالای از این فتوا است. باز میگه و یکفر بقول الله تعالی جلس للانصاف، به این قولم کافر میشه که بگه الله نشستگی بر انصاف یا استاد شده بر انصاف. بر انصاف الله استاد شد یا نشست، میگه کافر میشه. و به وصف الله تعالی بالفوق او بالتحت، خوبی رسای کنه. میگه کسی الله را توصیف کنه با فوق که با بالاست، در حالی که الله میگه و هو القاهر فوق عبادی، با بالای بندای خود. کسی بگه که الله در فوق ما، بالای ماست، او بالتحت یا در پایین است، کافر میشه. در این صورت یا بگه در بالاست کافر میشه، اگر بگه در پایین است کافر میشه.
میخوای چی بگویم؟ بس خودش شور نتی میگه گم نزن. فتاوای علمگیری کتاب سیر باب 9 احکام مرتدین جلد 2 صفحه 259. این از جلد صفحه شما گفتیم یکم تا که مراجعه میکنم برده اونجا. و در بحر رائق بسیار کتاب معتمد حنفی است. کتاب سیر احکام مرتدین، احکام مرتد ایراوردگی است، جلد 5 صفحه 220. که کسی بگوید الله بالا و پایین است کافر است. و مجمع الانهر ایم کتاب معتبر مذهب حنفی است، باب المرتد جلد 4 صفحه 401 موجود است. میگم اینا سعی کنین که ای خو یا گفتن چقدر فتوای کفر دادن، اگر بگوی به بالا هرچ هست، اگر بگوی بالا کافر میشه. ولی سعی کنین که در تفسیر مظهری ثناءالله پانیپتی که گپ میزنه و ای بسیار یک تفسیر است، خود این صوفی پیرو خانواده پیر رو میگه. پس اکثر هم حنفی های صوفی و پیر و مرید همین که تفسیر میخوان، تفسیر مظهری میگه، دیگه تفسیر ها میگه به درد نمیخوره. خب این قبول داره چیزی که دایی هستی، خب میگه بسیار این بالا برازی الهام میگه میشد، از بالا گپا برش میامد. این تفسیر از بالا تفسیر کرد. تفسیر مظهری ثناءالله قاضی ثناءالله پانیپتی میگن و ایرا ما در اینجا کمش جمع شده، یک عالم الله اجر بده این چیزها را جمع کردگیست، یک عالم میره به ما داد، دوستای ما همین چیزها را ما گرفتم باز، ولی ما همه کردم که خود جمع کردم، ما گفتم نه که غلط و دروغ نکرده باشم. ما هر جای مرجع کتابا را که گفته بود رجوع کردم، کلش سعی کردم که میگه پا است، دیدم که میگه پا بوده. یکم دفعه شما یک گپ کسی اولا میته دروغ میگه، برین سعی کنین که این واقعیت داره نداره، از کم خود گپ زده. در اینجا سعی کنین تفسیر مظهری چی میگه، بزرگترین تفسیر حنفی میگه قال ابو حنیفه، می فرماید امام ابو حنیفه ان الله فی السماء دون الارض، الله در آسمان است نه در زمین. فتوای علمگیری چی گفت؟ کسی بگه الله در آسمان است کافر میشنه. این میگه امام ابو حنیفه میگه که الله در آسمان است نه در زمین. اینا نظر با فتاوای علمگیری امام ابو حنیفه را تکفیر کرده است. خب اینا رو سعی کنین، متأخرین آمد متقدمین تکفیر کرد، متقدمین پایینه. این یک سوال کرده یک عالم، میگه سوالات لا جواب است که مذهب حنفی چی را جواب دادن نمیتونه، بیا جواب بگو. فتاوای علمگیری گفت اگه کسی بگه که الله در آسمان است کافر میشه، ولی امام ابو حنیفه چی میگه؟ الله در آسمان است نه در زمین. رواه البیهقی، میگه امام بیهقی روایت کرده و روی عنه، روایت شد از امام ابو حنیفه من قال لا اعرف ربی سبحانه فی السماء ام فی الارض فقد کفر. سعی کنید میگه اگه کسی بگوید که من نمیشناسم رب خدا که در آسمان است یا در زمین، فقط کفر، بدون شک کافر میشود. چرا کافر میشد؟ لان الله یقول الرحمن علی العرش استوى، زیرا الله میگوید که رحمان ذات به بالای عرش مستوی شده و برابر شده. رحمان به بالای عرش، عرش خو در آسمان هاست، باز خودش میگه و عرشه فوق سماواتی. میگه امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که عرشش به بالای 7 آسمان است. اینا اگه تو گفتی من نمیفهم که الله با بالاست یا پایین، کافر شدی، به خاطر که الله میگه ما بالای عرش هستم، عرش با بالای فوق 7 سماوات است. و روی عنه روایت شده از امام ابو حنیفه، خود همین تفسیر مظهری قاضی ثناء الله میگه انه قال که امام ابو حنیفه گفت من انکر الله فی السماء فقط کفر، کسی که انکار بکند که الله در آسمان است بدون شک کافر شده. امام ابو حنیفه پایینا را کلش چی کرد؟ تکفیر کرد. اینی عقیده امام ابو حنیفه بود. با می خاطر اینا میگن ما در عقیده حنفی نیستیم، بی دین بدبخت. چیستی؟ ماتوریدی هستم. ماتوریدی کسی یک عالم قرن 4 5 6 تیر شده کیست، ابو منصور ماتوریدی. ها این گپا کی میاد؟ تفسیر مظهری شیخ ثناءالله پانیپتی حنفی جلد 3 صفحه 397 در زیر آیت 3 این گپا گفتگی است. خب ما اینا لمیرا ای خو گفت کم آوردم، ما می از خودم شیخ ثناءالله پانیپتی را گپشا تفسیرش اینجا آوردیم، برتانه نکشیدمش. سعی کنیم ما از خود تفسیرش گپ میزنم که در کتاب ما در جلد 5 صفحه 6 است. در امی آیت که ثم استوى على العرش ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش، در زیر ازی خودش گپ میزنه. چی میگه؟ میگه
إن ربكم الله التي وصول الممكنات في 6 أيام من أيام الدنيا. الله در 6 روز روزای دنیای را پیدا کرد. ولو شاء الله خلقهن في لمحه. اگر الله میخواد در یک لمحه در یک فرمان هم میتونست پیدا کنه. و انما فعل ذلك لتعلیم خلق التثبت. الله این کار کرد به خاطر که بر مردم تثبت نشان بده به مخلوقات خود که آهسته آهسته کارا را بکنن. ثم استوى على العرش. باز میگه اجمع اهل السنت من الخلف والسلف. اهل سنت از خلف و سلف اجماع کرده که ان الله تعالی منزه عن صفات الاجساد. الله از صفات جسم دیگر جسم مخلوقات منزه است، پاک است. و صفات الحدوث که از صفاتی که نو پیدا شده از این پاک است. بعد از این میگوید که فقد مر البحث علیه فی سوره آل عمران میتیر شد. فقالوا معنای استوى الله علی العرش یا استولا. میگه بعضیا گفتن معنای استوا است استولا، یعنی غلبه کرد به بالای عرش. الذی هو اعظم المخلوقات. بزرگترین مخلوقات الله عرش است. و محدد الجهات و تحدید شدگی به جهات. بازی میگه وذا یستلزم استیلاء تعالی علی جمیع الخلائق. این مستلزم عزیز که الله غالب شدگی به بالای تمام مخلوقاتش. بازی میگه و اسند البغوی و تأویل الاستواء بالاستیلاء الى المعتزله. میگه امام بغوی در تفسیر بغوی یک چیز داره و شارح کتاب مشکات هم نوشته کردگی است امام بغوی. میگه که نسبت دادگی است امام بغوی تعویل کردن، یعنی تفسیر استوا را به استیلا که ما بگویم غلبه کردگی است الی المعتزله، که این نظر معتزلیات کسی که بگوید الله غلبه کردگی است. و کلام السلف الصالح یعبا عن سبیل التاویل. کلام سلف صالح صحابه و تابعین میگه این انکار میکنه از سبیل تعویل، که تعویلات ما از پیش خود بکنیم. بل المختار عندهم الایمان بتلک الآیات. مختار پیش سلف صحابه ای بود آنچه که اختیار کرده بودند، ایمان به می آیات و تفویض علمش الی الله، علمش به الله بسپار. ایمان بیار که الله با بالای عرش است، ولی چه قسم است او را الله می فرماید. و تحاشی عند البحث، بحث در این نکو چه قسمت کیفیتش پرسان نکو. بعد از اون میگه قال محمد ابن حسن شاید شیبانی باشه، اتفق الفقهاء كل من المشرق الى المغرب. فقها کلش اتفاق کرد از مشرق تا مغرب علی الایمان بالقرآن، که ایمان به قرآن بیار، چیزی که در قرآن است. و الاحادیث التي جاءت بها ثقات عن رسول الله. احادیثی که ثقات یعنی محدثینی که ثقه است از رسول الله روایت کرده به ایمان بیاریم. در چی؟ فی صفت رب، در هر صفتی که در ارتباط رب و خالق آمده به این باید ما ایمان بیاریم. من غیر تفسیر ولا وصف ولا شبهه. نه تفسیر کنیم از پیش خود، نه توصیف و نه مشابه بسازیم. فمن فسر شیء من ذلك فقط خرج مما كان علی النبی. اگر تفسیر از پیش خود کسی بکند که چه قسم کیفیتش است، الله با بالای هر چه قسم ید و وجه و نفس دارد، میگه از اون چیزی که رسول الله هم بیان کرده این بیرون شد و فارق الجماعت، از جماعت بیرون شد. بعد از خود از این تفسیر مظهری میگه که وقال مالک ابن انس الکیف غیر معقول. امام مالک میگه گفت که کیفیتش معقول نیست، استوا مجهول نیست، سوال از این بدعت است. فبناء على هذا السبيل نقل عن السلف القول باستواء تعالی على العرش. بنا به میگه سلف صحابه نقل شده که سخن گفته شد به مستوی بودنش به بالای عرش، که الله به بالای عرش برابر شده. مع قول بالتنزیه صرف، با امرای ازی که الله منزه است از کیفیت. قال ابو حنیفه ان الله فی السماء دون الارض. بعد از خودش میگه که امام ابو حنیفه میگه که الله در آسمان نه در زمین. و روی عنه من قال، میگه روایت شده از اینکه کسی بگه لا اعلم ربی فی السماء ام فی الارض فقط کفر. اگر بگه که نمیفهمم یا لا اعرف الله در آسمان است یا زمین است، کافر میشه. چرا؟ لان الله یقول ان الرحمن على العرش استوى. زیرا الله میگه که رحمان ذات به بالای عرش و عرش فوق سماواته، عرشش با بالای آسمان است. بعد از امام شافعی روایت میکنه و قال شافعی ان الله علی عرشی. امام شافعی میگه که الله با بالای عرش است، فی سمائه، در آسمانش، یقرب من خلقی، بسیار به مخلوقش نزدیک آمد، ذاتش با بالای عرش است. لیکن الله میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان از شاره گردنش هم که نزدیک هستیم. با وجودی که الله با بالای عرش است، به مخلوق بسیار نزدیک است. کیف شاء، چه قسمی که بخواد، و انزل کیف شاء، میگه چه قسمی که بخواد نزدیک هم میشه، پایین هم میشه، چه قسمی که بخواد. و حدیث صحیح که در سیوم مثل وقتی که دنیا چیز میشه، سیوم مثل شب میشه، الله پایین میشه در آسمان دنیا.
بعد از اون میفرماید و مثل ذلك قال احمد، مثل این خانه امام احمد ابن حنبل امام المحدثین امام اهل سنت میگوید. و قال اسحاق ابن راهویه، اسحاق ابن راهویه از جمله علمای سلف و صحابه بسیار عقیده محکم داشت از قرنهای اما دو مسئی میگه که انه اجمع اهل العلم، اهل علم یعنی صحابه و تابعین کلش اجماع کرده انه فوق العرش استوا، ذات الله با بالای عرش یعنی فوق با بالای عرش است، استوا برابر شده و یعلم کل شیء، هر چیز الله میفهمد. بعد از اون میگه و هو قول المزنی، این قول مزنی از امام یکی از امامای مذهب شافعی است. و الذهبی، امام ذهبی که از جمله محدثین جرح و تعدیل است، این سخن از او عقیده است. و البخاری، و این قول امام بخاری است که دو در کتاب مسلمانا صحیح ترین کتابه. بعد از اون میگه و قول ابو داود است، امام ابو داود از جمله سنن که سنن ابو داود. و ترمذی، و این نظر عقیده امام ترمذی است. ابن ماجه، ابن ابی شیبه، ابن ماجه میگه که از کتابای کتب سته است. ابن ابی شیبه و ابو یعلا، یا از جمله محدثین از کتاب در حدیث. بیهقی بسیار کتابای حدیث داره و غیرهم من ائمه الحدیث، تماما امامای حدیث امی عقیده دارند. و قال می فرماید ابو زرعه رازی ما ینبع عن اجماع اهل سنت علی ذلك، میگه اجماع اهل سنت بین میاد. و قال میگوید عثمان ابن سعید دارمی الحافظ، این سعید دارمی که یک کتاب حدیث ایام داره، اتفقت الکلمه بین المسلمین، تماما مسلمانان صحابه تابعین مجتهدین امامای چارگانه اتفاق دارن ان الله فوق عرشی، الله با بالای عرش است و فوق سماواتی، با بالای آسمان هاست، چون که عرش الله با بالای آسمان هاست. قال سهل ابن عبدالله تستوری میگه لا يجوز للمؤمن ان يقول كيف الاستواء، برای مؤمن جایز نیست که بگه استوا چه قسم است. لمن خلق الاستواء، برای کسی که استوا را خلق کردگی است. ولنا علیه الرضا و التسلیم، ما تسلیم هستیم، راضی هستیم. چرا؟ لقول النبی صلی الله علیه و آله انه تعالی العرش، بخاطر که رسول الله میگه که الله با بالای عرش. محمد ابن جریر طبری میگه حسب امرئ ان یعلم، میگه کفایت میکنه به یک شخص که بدانه ان ربه الذی علی العرش استوا، رب الله رب انسان با بالای عرش است، استوا مستوی شدگی است. فمن یجاوز ذلك فقد خاب و خسر، کسی که از این تیر شد بگه با بالای عرش نیست، این ناامید شد، هلاک شد، برباد شد، تاوانی شد. و قال ابن خزیمه، صحیح ابن خزیمه یک محدث از کتاب داره، کتاب حدیث، من لم یقر، کسی که اقرار نکنه ان الله علی عرش استوا، الله با بالای عرشش برابر شده، اقرار نکنه، فوق سبع سماواتی، با بالای 7 آسمانش است، باین من خلقه، از مخلوقش جدا است، فقط کفره، بدون شک کافر میشد. فیستتاب، باید می قبول از این توبه خواسته شود. اگر میگه الله با بالای عرش نیست، بگه نه، میگه توبه کن، اگر نکرد گردنش بزن. فاین تاب، میگه توبه کرد خوب، و الا ضربت عنقه، خودش میگه گردنش زده میشه، شمشیر بکش ده گردنش. اینا مرا و آدم گفت چی میگن؟ الله با بالای عرش است، وابیا میگن با بالای عرش است. بی عقل جاهل، این کو عقیده کل صحابه بود. اگر تو میگی نیست، گردنت بزدن است، ایمان نداری. و امام بخاری استادش تکفیر کرده می تو آدم ها، میگه کسی بگه الله با بالای عرش نیست کافره. خود امام ابو حنیفه رحمه الله تکفیرش کرده یا نه؟ گفت اگر کسی بگه الله با بالایش نیست کافر میشه. و قال الطحاوی، امام طحاوی حنفی میگوید العرش و الکرسی کما بین فی کتاب، این طحاوی که ما شما با شرح عقیده طحاویه را میخوانیم، او میگه که عرش و کرسی مثل که الله در کتاب خود بیان کرده، و هو مستغن عن العرش، الله بے پرواز از عرش است و محیط به کل شیء است و فوق و بالای عرش است. خود امام طحاوی حنفی میگه که الله با بالای عرش. شیخ ابو حسن اشعری بصری متکلم در کتاب اختلاف مصلین و مقالات الاسلامیین میگوید که مقاله اهل سنت ایتو میگوید که و اصحاب الحدیث جملتی قولهم اقرار بالله، اقرار بکنند با الله، با ملائکهش، با کتابا، با رسولا و بما جاء عن الله و ما رواه الثقات و ان الله علی عرشی، این که الله با بالای عرش است. خود امام ابو حسن اشعری که بعضی شافعی‌ها میگن اینا اشعری هستند، کما قال الرحمن علی العرش استوا، الله با بالای عرش مستوی شده. وله یدان بلا کیف، الله دو دست داره بلا کیف. قال خلقت بیدی و قال ابو نعیم، امیتو میگن اهل سنت اجماع دارن که الله با بالای عرش است و چه قسمی که صفات الله داره و نمو قسم است. خب و وقت ما و شما پوره شد. این کلش گپ کی است؟
ثناءالله پانیپتی باز از اینجا صوفیان آورده و شیخ عبدالقادر جیلانی میگه می تو میگه پیران پیر هم بسیار صوفیا را میاره که همی عقیده شان بود و ما میگه همی عقیده ماست. اینا سعی کنین که فتاوای عالمگیری میگه که کسی بگه الله با بالا عرش است کافر میشه، بگه با بالاست فوق است. اینا سعی کنین در مذهب حنفی توی اگر بدی شد. خلاصش متأخرین متقدمین تکفیر کرد، متقدمین متأخرین. حنفی ایران میمونه در کجا برم گپ از رو بگم گپ از رو بگم ولی را گم کردیم نه. هفت ملا میگه هفت گپ میزنه، ما گپ کدامش بگیریم و بدبخت گپ کدامش که مطابق قرآن است، حدیث است و عقیده صحابه است. حالا آسان ببین عقیده صحابه چی بود، قرآن چی میگه، حدیث چی میگه، را گم نکو. اگر تو با قرآن رجوع کنی بس گم نمیکنی را دیگه. الله با ما شما توفیق بده که عقیده را باید بفهمیم و داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحيم